فعالیت‌های پروژه آرفز در ولایت بلخ. مؤسسه هماهنگی کمک‌های انسانی با حمایت مالی دفتر محترم WFP برای بهبود معیشت و تقویت سیستم‌های غذایی خانواده‌های نیازمند در ولسوالی‌های چهاربلک، دهدادی، نهرشاهی و دولت‌آباد ولایت بلخ پروژه آرفز را اجرا می‌نماید که شامل فعالیت‌ها و دستاوردهای ذیل می‌باشد. فعالیت‌های سیستم مارکت برای کشاورزان کم زمین. مؤسسه همکاری زیر عنوان فعالیت حمایت از سیستم مارکت در بخش زراعت برای 900 کشاورز کم زمین آموزش‌های قبل از برداشت و بعد از برداشت را به طور تخصصی در ولسوالی‌های نام برده ارائه کرده. همین طور به این کشاورزان 45 متریک تن گندم اصلاح شده، کد سفید و کد DEP، وسایل زراعتی و ماشین‌های درو نیز به گونه شفاف توزیع شده است. فعالیت‌های ایجاد دارایی عامه یا FFA. فعالیت‌های ایجاد دارایی عامه یا FFA تحت پروژه تقویت و انعطاف پذیری آرفز در ولسوالی‌های دهدادی، نهرشاهی، دولت‌آباد و چهاربلک در 3 فاز توانسته است که 8 کانال آبیاری به صورت اساسی با واسطه سنگکاری با مصالح اعمال و رشپاکی 7 کانال آبیاری را موافقانه اجرا نماید. همینطور به طول 2500 متر کانال‌های آبیاری به صورت اساسی با سنگکاری توسط مصالح سمنتی تکمیل و همچنین پروژه‌های رشپاکی مطابق پلان به طول 19642 متر بوده که قبل از ختم روزهای کاری در 4 ولسوالی مربوطه اجرا شده است. قابل ذکر است که این پروژه برای 721 تن زمینه کار نیز فراهم کرده است. همکار مردم افغانستان.